السلام علیکم و رحمت الله. در موضوع اوکال یا اینکه کپل ماندن روزه را میشکند یا نه، این موضوع چندین باشید پیشکش می شود و در انشالله این موضوع صحبت میکنیم. کمی هم باشد اگر هر کسی بخواهد که نظر کند، نهر فائقا نظر کند، بابی آن چیزی که فاسد میکند روزه که فاسد نمیکند، فتاوای من بر علوم نظر کند، کتاب صومش را و درس ترمذی گفتنی هست شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی. خلاصه اگر که در این باره علما گپ زده هستند و مفتی محترم فتوا میدهند در این وقت زمان که روزه را نمیشکند، از جمله اگر که چی اوکال باشد چی کپل باشد این چیزها شکننده روزه نیستند. و اگر هر آینه بعضی کپل های هست است که آنها بگیم که قوت میدهند شاید، اما با قوت دادن اونها روزه را نمیشکنند و چخلی که در بادای صنایع و دیگر کتاب های فتوا در باره شکننده های روزه از جمله از جسم انسان، مثلا یک نفر بسیار تشنه هست، مثلا که اون وقتی که تشنگی را بگیم سخت بگیم فرا میگیرد دیگر راهی ندارد، دیگر اون همین خیلی به همین تشنگی سخت رفته در دور یکم حوض او در آمده مثلا آبازی میکند که تا اینکه همون سختی تشنگی هم بگردد گفتد، در همین حالت روزه رو نمیشکند، چون که هست جسم انسان معلوم است که آب رو با خودش جذب میکند و میکشد، اما برای شکستن اون حکم نمیکنند. اینچنین اوکال و همین چیزها هم که وقتی که آنها بگیم که از جای اصلی که فرو نمیرود از جمله دهان یا اینکه مثلا اون چیزهایی که تعلق به همون مثلا که وابستگی پیوستی به هم داشته باشد که مثلا که داخل برود در جوف انسان در معده انسان تاثیر داشته باشد، این خیلی نیست، اونها نمیشکنند. از جمله دلیل دیگر که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در حالت روزشان آبازی کرده بودند و در حالت روزشان سرما میکشیدند. سرما که هست معلوم است که در داخل چشم کرده می شود که اون گاهی میشید است که سرما مثلا که همون مزهش بعضی وقت این که همون سیاهیش کرده از حلقم برآمدنش ممکن هست، به خاطری که از کمی هم که باشد اگر تعلق به حلق دارد. به همون خاطر بعضی وقتا تعلق ندارد، نه که وقتی که سرما میکنه حالت سرما کردن همین خیلی مزه و حالتی سرما کردن همین خیلی بگیم که خیلی طعمی همون درک میکنه انسان. بعضی حالات میشه که حتی همون سیاهی سرما از حلق پیدا شدنش ممکن هست، خیلی شدنش ممکن هست. خلاصه اگه به هر حال اینه که یک کپل یکی بگیم که همون اوکال این چیزها نمیشکنه روزه را و چخیلی که این فتوا را صادر کردگی هستن مفتی ها بگن دارالعلوم زاهدان و دیگر مفتی ها هم که مثلا برای نشکستنش و چخیلی که اون مرجع هایی گفتیم برای نظر کردن اگر که بخواد انسان نظر کنه انشالله از همین کتاب ها میوان هر آینه اگر یکم نافهم باشه انشالله هر آینه میتونه که اون برادر رو پیشکش کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.